ساعت 8 شب قهوه خوردم، نتیجه شد تا ساعت 4 بیدار موندن. دست به کار شدم و یه دمنوش خواب‌آور آرامش بخش درست کردم. که محتویاتش گلگاو زبون، دارچین، هل و اصل کاری بادرنج‌بویه است. حالا چرا بادرنج‌بویه؟ این یک مقاله متاآنالیزه که تاثیر بادرنج‌بویه روی اضطراب و افسردگی رو اومده ارزیابی کرده. نتایج این مطالعه مثبت بوده و بادرنج‌بویه باعث کاهش اضطراب و استرس شده. شما میتونید این محتویات داخل قوری بریزید و این قرتی بازی‌ها رو نداشته باشید. روش آب جوش میریزیم و میذاریم دم بکشه. لایک و سابو کام فراموشتون نشه.